ای خواهرم تو بشنو، این دنیا پاینده نیست. رضا نباشد شوهر، جنت این جای تو نیست. پیامبر در حدیثش گفت بشنو ای امت، زنی که از شوهر بی قدر او از اهل اصفهان است. از این سبب ای خواهرم یک کمی اندیشه کن، بکن یاد قیامت، شوهر خود قدر کن. ای خواهرم تو بشنو، این دنیا پاینده نیست. رضا نباشد شوهر، جنت این جای تو نیست. از فتنه ها دور باش، قدر خود را پس مکن. الله گفت بر تو ای زن، با مرد آشناگی مکن. به هر گناهت ای زن، بیا امروز توبه کن.